سلام، بنیامین مودب هستم و اگر بار اولی که دارید ویدیوهای منو میبینید ممنون میشم در صورت مفید بودن مطالب کانال بنده رو سابسکرایب کنید. این ویدیو در مورد سری آموزش مبانی برنامه‌نویسی پایه هست و یک کلیتی در مورد اینکه ما قراره در آینده با دیدن این دوره چه اتفاقی برامون بیفته و به چه جایگاهی برسیم. توی مبانی برنامه‌نویسی شما یک سری مطالب رو یاد میگیرید و به یک درکی میرسید که وقتی رفتید پشت هر زبان برنامه‌نویسی که قراره باش کد بزنید بتونید اون رو درکش کنید و سریعتر باش ارتباط برقرار کنید و در نهایت شروع به کد زدن بکنید. این مبانی خیلی مهمه و ما میخوایم از صفر و پایه این بحث رو شروع بکنیم. اما این نکته هم باید در نظر گرفت که دیگه ما نمیتونیم خیلی از صفر جلو بریم و یعنی مخاطب این دوره باید یک بیسی از کار کردن با کامپیوتر رو بلد باشه تا حدودی، یعنی نحوه کار کردن با سیستم عامل‌ها یا نصب نرم افزارها. و حالا وقتی یک بیسی رو بلد باشیم و از طرف این مبانی هم یاد بگیرید در دوره‌های بعدی انشالله وارد یک زبان برنامه‌نویسی میشیم و از طرفی ما سعی میکنیم مبانی رو توی 2 الی 3 جلسه خاتمش بدیم و بعد وارد آموزش یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی مورد نظرمون بشیم. حالا انتخاب این زبان برای آموزش به عهده خودتونه که چه زبانی بخواید یاد بگیرید، ولی من در نظر دارم که در ادامه سری‌های آموزشی زبان برنامه‌نویسی پایتون رو بهتون آموزش بدم و هر چیزی که لازمتون باشه رو توی این مسیر برنامه‌نویسی که بهتون کمک بکنه که به صورت ساده یادش بگیرین رو ما در طول این دوره بهتون میگیم. این دوره 0 تا 100ش مبانی برنامه‌نویسی هست و اصلا وارد به حوزه برنامه‌نویسی، کدنویسی و اینجور چیزا نمیشیم و سعی میکنیم توی 2 الی 3 جلسه جمع‌بندیش کنیم. خب با تعریف مبانی برنامه‌نویسی آموزشمون رو شروع می‌کنیم. مبانی برنامه‌نویسی یعنی به عبارتی آشنایی با ساختار و اصول برنامه‌نویسی. شما وقتی ساختار و اصول برنامه‌نویسی رو که یاد بگیرید میتونید هر زبانی رو روی اون پیاده سازی کنید. خب ما در کل یک سری سخت افزار داریم که بهش میگیم هاردور و یک سری نرم افزار روی سیستم نصب میشه که بهش میگیم سافتور که ترکیب این دو یک سیستم کامپیوتری رو تشکیل میده و کامپیوترها اصولا خستگی ناپذیرن برخلاف ما انسان ها. یعنی مثلا یک مسئله بهش داده بشه با سرعت و در تکرارهای زیاد میتونه انجامش بده، اما یک شخص یا یک انسان بعد از یه مدت امکان داره خسته بشه و تو محاسباتش اشتباه بکنه و اینجاست که میگن کامپیوتر تو این قضیه از انسان جلوتره، چون داره مدام این کار رو انجام میده. حالا میتونه 10 بار تکرار باشه یا میتونه هزاران بار، هیچ فرقی برای اون نمیکنه. سرعت اینکه یک عملیات یا یک محاسبه یا یک برنامه که ما به کامپیوتر میدیم به مراتب خیلی بالاتره. مثلا اون کامپیوتر میتونه عملیات ها رو با اون برنامه‌نویسی که انجام شده توی یک مدت زمان بسیار ناچیز خروجی بده و خروجی روی صفحه نمایش نشون بده، در صورتی که اگر یک انسان بخواد این کارو بکنه، مثلا فکر کنید یک محاسبه ریاضیه. البته داخل پرانتز این رو بگم که همین الان که اصلا این مبانی برنامه‌نویسی که داریم میگیم کاری به ریاضی نداره. دونستن ریاضی خوبه ها، یعنی اون نحوه حل مسئله، دیدگاهتون، همه اینا خوبه، ولی اون ترس از ریاضی داشتنم زیاد جالب نیست. این که بگین من حتما مثلا با ریاضیم فول باشه وگرنه برنامه‌نویس نمیشم یا فلان مبحث رو توش ضعف دارم، فعلا به اینجور چیزا فکر نکنید که حالا در ادامه بیشتر در خصوصش توضیح میدم. خب تا اینجا فهمیدیم که سرعت کامپیوترم خیلی بالاست، سرعت عملیات انجام دادنه، سرعت محاسبه انجام دادن نسبت به انسان خیلی بالاتره، دقتش هم بالاتره. یعنی اینکه شما امکان اینو در نظر دارید که انسان بتونه خطا بکنه بعد از تکرارهای زیاد، ولی وقتی شما یک برنامه رو ازش تست بگیرید، خروجی ازش بگیرید و خودتون درست باشه، دیگه از اون به بعد خروجی این کد هیچ وقت اشتباه نمیشه و توی دقتش هیچ ضعفی نمیبینید. اما انسانی امکان رو داره که فراموش بکنه، خسته بشه و تو محاسباتش این اشتباه رخ بده. البته یک سری چیزا دخیل میشه، اینکه یکی نفوذ بکنه درون کامپیوتر، اینکه یکی بخواد یک کد مخربی توی برنامه حالا به هر طریقی اعمال بکنه.
اینا ممکنه باعث اشتباه کامپیوتر بشه، ولی در حالت عادی چنین چیزی امکان پذیر نیست. تکرار برای انسان چیه؟ به این صورتی که شما اگر این کار رو انجام بدی بعد از یک مدت که دارید همین عملیات تکرار رو انجام میدید، خسته، فرسوده یا هر حالت دیگه براتون پیش بیاد. ولی توی کامپیوتر این به مراتب براش هر چقدر تکرار بشه هیچ مشکلی نیست. حالا یه برتری که انسان نسبت به کامپیوتر داره اینه که انسان یا شخص شما که به عنوان برنامه‌نویس هستید میتونید خلاق باشید، اما کامپیوتر نمیتونه خلاق باشه. البته که هوش مصنوعی الان اومده و خیلی کارا رو داره انجام میده، اما در حال حاضر وارد بحث هوش مصنوعی به هیچ عنوان نمیشه. خب از طرفی هر برنامه‌ای که نوشته میشه برای یک نیاز خاص هست. مثلا شما فتوشاپ رو در نظر بگیرید، برای یک نیاز خاصی ساخته شده، یا نرم افزار آفیس رو در نظر بگیرید و حالا هر نرم افزار دیگه‌ای که وجود داره برای یک نیاز خاصی هست. یعنی شما اگر بخواید یک برنامه‌ای درست بکنید، امکان داره حتی اون برنامه روی سیستم نداشته باشید و خودتون پیاده سازیش بکنید، یا اینکه یک برنامه‌ای وجود داره شما باید بیاید یه برنامه بهترش رو بسازید، یا اینکه اصلا اون برنامه رو برید از یک جای خریداری بکنید بیاید روی سیستمتون نصب بکنید. یعنی به هر طریقی این نیاز باعث بشه که یک برنامه‌ای ساخته بشه. و اینکه شما چه برنامه‌نویسی در آینده بخواید ادامه بدید، بعد از این مبانی هیتتون مشخص میشه. حالا اگر شد توی کامنت هایی که میذارید ممنون میشم در موردش صحبت کنید. مثلا علاقه‌مند هستید به زبان‌های برنامه‌نویسی که برای وب هست، یا مثلا برای دسکتاپ هست، یا مثلا برای اپ‌های گوشی اندروید یا طبیعتاً iOS هست و غیره. برای همین طریق حالا شما میتونید اونا رو مشخص کنید و برنامه متناسب با نیازی که حالا برای اون کاربر، مشتری یا خودتون وجود داره اون برنامه رو بسازید. ما حتی میتونیم برنامه برای دستگاه خاص هم بنویسیم. یعنی چی؟ یعنی که شما میتونید برای یک مدل تلویزیون یک برنامه بنویسید، یا برای یک سخت افزار خاص تو حیطه رباتیک مثلا. پس قبل از اینکه این مشخص بشه توی ذهنتون که شما میخواید در آینده چه زبان برنامه‌نویسی رو ادامه بدید، بیاید کل تمرکزتون رو اول بذارید روی قضیه مبانی برنامه‌نویسی، چون خیلی اهمیت داره. بعد مشخص کنید که میخواید کدوم زبان رو انتخاب بکنید برای ادامه یادگیری، یا اینکه داخل کدوم شاخه از اونها وارد بشید. حالا این پروسه ساخت یک نرم افزار یا برنامه‌نویسی به این صورته که انسان میاد یک نیاز رو در خودش به وجود میاره. مثلا داخل یک شرکت نیاز به یک برنامه وجود داره که بتونه یک سری کارهایی که انسان‌ها دارن انجام میدن رو بیاد اون نرم افزار رو انجام بده. مثلا 6 نفر پرسنل هست که داره یک عملیات رو انجام میده، تبدیل بشه به یک نرم افزار و یک اپراتور که باشه اون نرم افزار و اپراتور نشسته و داره اون عملیات رو انجام میده و کنترل میکنه. این برنامه یا اون نیازه طی یک پروسه‌ای برنامه‌نویسی میشه توسط شما و برنامه‌نویس و میشه یک برنامه و میدنش به اون کامپیوتر و کار رو داره اون کامپیوتر انجام میده و خروجی رو در اختیار انسان قرار میده. یعنی همون اپراتور حالا برای اینکه این نیاز انسانه به کامپیوتر داده بشه، ما باید با کامپیوتر حرف بزنیم. حرف زدن با کامپیوتر نیازمند برنامه‌نویسیه. هر کامپیوتر یا هر سیستم عامل یا حالا هر دیوایسی که وجود داره امکان داره یک زبان برنامه‌نویسی خاص خودشو داشته باشه که به وسیله اون زبان با کامپیوتر صحبت میکنه که اون کامپیوتر متوجه بشه. این رو هم بچه‌ها در نظر بگیرید که دو تا کامپیوتر امکان داره زبان‌های متفاوتی داشته باشن، یعنی طبیعتا معماری‌های متفاوتی داشته باشن و صحبت کردن با اون سیستم هم متفاوت باشه و امکان داره با زبانی که داریم اون سیستم صحبت میکنیم اون متوجه نشه. از هر سیستم زبان خاص خودش رو داره. اینم تا اینجا داشته باشید. حالا اینکه میگیم هر سیستم یک زبان خاص خودش رو داره، یعنی اینکه این زبان وابسته به سخت افزار سیستم هست و شما به عنوان یک شخصی که میخواید با کامپیوتر حرف بزنه باید بدونید با چه نوع کامپیوتری داره صحبت میکنه. یعنی در اصل باید بدونید با چه زبانی میخواید با اون صحبت کنید. خیلی دیگه بیش از این وارد جزئیاتش نمیشم. اوایل برنامه‌نویسی به این صورت بود که ما با زبان ماشین صحبت میکردیم که یک زبان باینری یا به اصطلاح 0 و 1 بود و خیلی سخت بود. بعد از اون یک زبان یک لول بالاتر اومد به اسم زبان اسمبلی که بهش میگن لو لول. لو لول یعنی سطح پایین.
باز هم به نسبت زبان ماشین که 0 و 1 بود قابل درک‌تر بود، چون کلمات با مفهوم‌تری درونش بود و شما راحت‌تر میتونستی با سیستم در ارتباط باشی. حالا بچه‌ها این زبان باینری در نظر بگیرید که میگیم 0 و 1 میتونه یک مبحثی باشه، یه سرچی توی گوگل بزنید بیشتر در موردش بفهمید. زبان اسمبلی هم باز به همین صورت. ولی این زبان باینری ساخته شد و با کامپیوترها میتونستی به زبان باینری صحبت کنیم، نیازمند خیلی پروسه بود برای ساخت و تولید یک برنامه حتی خیلی کوچیک. ولی وقتی زبان اسمبلی اومد این پروسه کوتاه‌تر شد. یعنی اگر شما بخواید یک عملیاتی مثلا ضربی، تقسیمی، جمعی، منهای، حالا هر چی توی زبان باینری مثلا میشد 10,000 تا کاراکتر، توی زبان اسمبلی مثلا میتونستیم توی 300 کاراکتر یا مثلا 5 الی 6 خط کد زدن و عملیات رو انجام بدیم. این زبان اسمبلی تبدیل میشه باز به زبان باینری و زبان باینری با سیستم حرف میزنه و جوابش دوباره به باینری میده و باینری به اسمبلی میده و در نهایت در خروجی نمایش میده. حالا بعد از اون زبانهای دیگه هم اومدن که از اینکه لولش یک کم بالاتر بود، یعنی زبانش به این زبان معافره‌ای و قابل فهم برای انسان نزدیکتر بود. زبانهایی مثلا سی پلاس پلاس که احتمالا شنیدید، یا پایتون، سی شارپ، یا حالا هر کدوم از اینایی که وجود دارن. به این زبانهای سطح بالا یا های لول گفته میشه. اینجا این نکته‌ای وجود داره، اینه که شما هرچی با زبانهای سطح بالا با سیستم صحبت کنی، سرعت پردازش هم بالاتر میره. یعنی اگه شما با 0 و 1 انجام بدید که برای ما تقریبا غیر ممکنه، نه که غیر ممکن باشه، یعنی اصلا منطقی نیست، چه اتفاقی میفته؟ با سرعت خیلی زیاد اجرا میشه، چون دیگه نمیخواد ترجمه بشه، مستقیم با سخت افزار انگار دارید حرف میزنید. اگه با زبان اسمبلی صحبت کنید با سیستمتون باز به همین صورته، ولی باز یه لول ترجمه میشه به 0 و 1. حالا شما اگه یک زبان سطح بالاتر رو انتخاب بکنید، یعنی اصلا این زبان‌ها ساخته شدن برای همین، مثلا شما اگر می‌خواستید با زبان 0 و 1 نه با زبان اسمبلی یک برنامه مثلا تخصصی کد بزنید، بی‌نهایت زمان بر بود. حالا جای اینکه زبان‌های دیگه‌ای ساخته شد به نام های لول که همین زبان‌های پیشرفته است که باهاش راحت به زبان تقریبا انگلیسی محاوره‌ای میشه باهاش صحبت کرد، شما با این زبان‌ها میتونید برنامه‌تون رو پیاده‌سازی بکنید. یه نصیحتی همین اول کاری اگر بهتون بکنم اونم اینه که اصلا هیچ عجله‌ای توی یادگیری برنامه‌نویسی نکنید. لطفا نگید مثلا من میتونم با دیدن آموزش‌های شما مثلا توی 4 روز، نمیدونم توی یه هفته مثلا برنامه‌نویس بشم، چون همه آموزش‌هایی که مثلا ما در مورد برنامه‌نویسی بخوایم بدیم شاید مثلا مجموعش بشه 25 ساعت و شما اگر انرژیتونم بذارید توی 3 روز شاید تموم بکنید. ولی این دلیل نمیشه که شما با خوندن همه اینا برنامه‌نویس بشید. یعنی که اینو نگید مثلا من میتونم توی یه هفته، توی 1 ماه، توی 3 ماه مثلا یه برنامه‌نویس بشم. برنامه‌نویسی به این صورته که اگر شما 2 ساعت آموزش دیدید تقریبا 10 ساعت برید باهاش کد بزنید. یعنی چی؟ یعنی که شما از قسمت این مبانی که حالا تقریبا میشه ذهنی یا مثل پادکست ها گوشش داد و تموم، ولی برای زبانهای برنامه نویسی وقتی شروعش میکنید و دست به کیبورد میشید، هر 1 ساعت 2 ساعت آموزش نیازمند اینه که شما 2 الی 3 روز تمرین کنید. هر چقدر بیشتر تکرار کنید این ملکه ذهنتون میشه، دیگه بار بعدی که میخواید اون کد رو بزنید بهش فکر نمی‌کنید. اصول حل مسئله خود به خود داره میاد جلوتون. هر چی مسئله بیشتری حل کنید، چالش‌هایی که در آینده برای شما به وجود میاد درونشون گیر نمی‌کنید. یعنی توی این پروسه برنامه‌نویسی یادگیری شاید کوتاه باشه ولی تجربه برنامه‌نویسی زمان بره. حتما نیاز داره شما کد بزنید. خب فکر کنم برای قسمت اول تا اینجا کافی باشه و اگر حس میکنید این ویدیو هم به دردتون میخوره من سابسکرایب و لایک کنید که به واسطه همین به افراد بیشتری که شاید نیازمند و اول مسیر برنامه‌نویسی باشه کمکی بشه و از طرف یه حمایتی هم برای من میشه، منم انرژی میگیرم و در ادامه این محتوای آموزشی بیشتری روی کانال قرار میدم و ممنونم که تا اینجا همراه من بودید و وقت گذاشتید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.